هفتمون رو اینطوری برفی و سرد شروع کنیم. سلام علیکم، چطورین؟ خوش اومدین به یک ولاگ زمستونی دیگه با من. اول هفتمون رو خیلی پر انرژی شروع کنیم، چون دیشب تا صبح برف میباریده و امروز یک هوای برفی رو داشتیم. البته الان آفتاب شده، نمیدونم چرا و آثاری از برف دیشب نیست، ولی خب اون حس و حال خوب زمستونی رو منتقل کرد. به خاطر من امروز اومدم لباس بافت پوشیدم و گفتم که یک حس و حال زمستونی رو بدم به ویدیومون. توی یک هفته‌ای که گذشت نتونستم اصلا بیام تو یوتیوب و فعالیت داشته باشم و ولاگ بذارم. خیلی درگیر بودیم، درگیر کارهای عروسی بودیم. حالا اگه توی استوری اینستاگرامم دیده باشین گفتم اونجا درگیر کارهای عروسی دختر خواهر شوهرم بودیم و رفته بودیم واسه خرید جهیزیه شدیم و حسابی شلوغ بودم. یعنی اصلا نمیتونستم ولاگ ضبط کنم، نمیتونستم ادیت بکنم ویدیو قبلی که گرفته بودم. خلاصه خیلی شلوغ بودم و حالا بعد براتون تعریف میکنم که توی یه هفته چه اتفاقایی افتاد و چیکار کردیم. بعد امروز که اومدیم خونه بعد از یک هفته گفتم برای شما هم ویدیو ضبط بکنم و این حس و حال خوب باهاتون شریک بشم، چون خیلی دلم تنگ شده بود برای خونه، برای شما و خلاصه این تصمیمم گرفتم. و خوشحالی اصلی و اولین خوشحالی امروز بسته بوده که دیشب به دست من رسیده و قراره که امروز به شما نشون بدم که خیلی هیجان انگیزه، خیلی هیجان انگیزه ها، یعنی خیلی. بریم بهتون نشون بدم بسته که بهم رسیده و شما هم ذوق بزنین مثل من. این شما و این عضو جدید میز کوچولوی من. بله اینم یک آباژور خوشگل که دیروز تازه برام رسید و عاشق شدم حقیقتا. با مود من خیلی جوره. این اصلا کتابا خیلی ناز و خوشگله، خیلی دوستش دارم و خیلی زیاد و میخواد بیاد اینجا جای این آینه. بریم الان بذاریمش سر جاش و ببینیم که اینجا چه مدلی میشه. تغییر دکور ریزی هم اینجا بدیم. بله 1 2 3 امتحان میکنیم. وای خدایا چقدر خوشگل شد. به نظر من خیلی قشنگ شد. اصلا ببینید چقدر با اینجا ست شد و خوشگل شده. خیلی دوستش دارم و خیلی خوب شد. فقط شما ببینیم چه وایب خوب و مثبتی میده. اینم از دورم بهتون نشون میدم. حالا باید اینا رو جمع کنم. ببینید چه خوبه عزیزم. اینم میتونم بذارم اینجا. عزیزم خیلی خوشگله.
حالا اینو باید با نور زردم امتحان کنم. فکر کنم با نور زردم خوب بشه. اینجا مثلا خیلی الان روشن و سفید شده، فکر کنم با نور زردم خوب بشه. حالا امتحانش میکنم. یکم هم فرنی با زرده تخم مرغ درست کردم برای ماهور. صبحانه بهش بدم، حالا گذاشتم کمی سرد بشه بعد بهش بدم. نه صبحانه بچه‌ها خیلی راحت شد دیگه. برم سراغ کار خودم. ماهور رو خوابوندمش، همزمان که رو پامه دارم قسمت اول سریال تاسیان رو نگاه میکنم از تینا پاکروانی. فکر کنم سریال عاشقانه و قشنگی باشه. سلام خانوما. یکی از اتفاقات نادری که توی هفته پیش اتفاق افتاد این بود که من توی این یک هفته حتی یک خط کتابم نخوندم. یعنی اصلا یادم نمیاد آخر ماه که این اتفاق برام افتاده بود. یعنی حتی زمانی که ماهور به دنیا آمده بودم بالاخره روزی حالا یک صفحه رو من میخوندم، کتاب کنارم بود مدام. ولی این یک هفته انقدر ما مشغول بودیم، انقدر از صبح تا شب میرفتیم بازار، حالا یا بی بچه یا مثلا بچه ها رو میذاشتم میرفتم و اینا، خیلی شلوغ بودیم خیلی. یا اصلا کلا خونه مامانم نبودم یا خونه مادر شوهرم بودم، خونه خواهر شوهرم بودم و اینا. اصلا نتونستم هیچ کتاب بخونم و راستش اولش کمی برام اذیت کننده بود این موضوع، ولی کم کم گفتم که عیب نداره دیگه، حالا پیش میاد. آدم ممکنه توی زندگیش یک روزایی پیش بیاد که اون روتین و روال قبلش نباشه. مهم اینه که حالا خیره، در جهت یک کار خیریه، با حال خوب، حال خوشه و اوکی بودم با این ماجرا دیگه. از یه جایی به بعد حتی بگم عادتایی که میخواستم این ماه برای خودم عادت سازی بکنم اونا رو اصلا رعایت نکردم. یعنی کاملا این یک ماه از بقیه ماه جدا بود و اصلا هیچ کاری نکردم، هیچ کار، فقط به کارهای خودمون رسیدیم. ولی خب دستاوردش خوب بود. حالا لباس عروسی و اینها رو خریدم و خب کار جهیزی دختر خواهرشم تقریبا میشه گفت انجام شد دیگه. حالا باز تا توی هفته آینده که میخوایم جهازشون رو ببرن خونه خودش رو بعد بچینیم و اینا. ولی خب کارمون انجام شد دیگه. الان بعد از یک هفته واقعا دلتنگی میخوام بیام کتابمو بخونم، کتاب تهوع، که توی زمان خیلی بدی شروع کردم من این کتابو. یعنی هم مریض شدم، همون اولین روز اول همخوانیمون مریض شدم، بعدش بچه ها مریض شدن یکی یکی، خلاصه خیلی شرایط سختی بود، اصلا نتونستم اینو بخونمش. میخوام دوباره شروع کنم. نمیدونم چند صفحه خوندم، خیلی کم خوندم، 35 صفحه کلا خوندم، اصلا نخوندم.
حالا الان میخوام برم شروع کنم ادامهش رو بخونم. با اینکه این همین 35 صفحه که خوندم خیلی دوستش داشتم ولی بقیه‌اش متاسفانه اصلا شرایط جور نشد که بخونم. الان میخوام برم استارت کتابمو بزنم. همتا داره فیلم نگاه میکنه، ماهورم خوابه و الان میخوام بشینم جلوی این آباژور خیلی خوشگلم و کتابمو بخونم و نمیدونین چقدر ذوق میزنم میبینمش. خیلی 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 خوشحال کننده است برام. یک تغییر خیلی خوبیه برام. برم از وقتم استفاده بکنم کتابمو بخونم. خب الان اینه چیه ماما؟ اینجا مهمونی چاییه. خیلی مامان خیلی دوست هم بگوی. نه استکانای چایی الان؟ بله. نه چیه؟ اینا استکان چای. آها اینه چیه؟ ماهور بیدار شد. مامانم چه ذره سوپ درست کرد براش. بعد برام فرستاد. نکنی فقط جلو در کابینته. باش. بعد علامش میکس کردم. خوام بهش بدم بخور چون گوش نشه تا کابینت رو ماهور بده از هر چه بگذاریم سخن قهوه خوشتر است. برم یک قهوه درست کنم توی این لیوانه جدیدی که گرفتم بهتون نشون بدم. آقا اینا رو چند روز پیش که مامانم اینجا بود هفته پیش گرفتم. جان مامان چی مامان؟ اینو هفته پیش گرفتم. 2 تا هم گرفتم ازش. یکی این یکی که خوشگله به نظرم. امروز میخوام قهوه توی درست کنم و چند گرفتم 199 تومن. سلام خانم. من ببینید. سلام. من دختر مامانم. این مامان اگه داره با شما صحبت نشاندم بازی کنم سبا سنگینی که من نمیتونم سنگ کنم. بریم قهوه درست کنیم بخوریم کم شاد شیم. دستتو نگاه کن نشون بده ببین نگاه کنین دستاشو خودکاری کرده. من باید دخل همه شد دیگه اصلا نکن من رو سری سرم میکنم. ماهور فکر میکنه که میخوام برم بیرون بعد گریه میکنه پشت سرم راه میفته. حتی دلم برای قهوه درست کردن تنگ شده بود واقعا. خیلی خوشحالم از اینکه به روتینم برگشتم. خیلی خوشحالم. الان میخوام قهوه بخورم. سلام خانم. چند بار سلام میکنی؟ بله دیگه من مایی دیگه من مامانم قهوه. بعد الان میخوام قهوه‌مو بخورم. امروز خیلی کار خونه ندارم. این خونه مرتبه ترتمیز از روزی که رفتیم همینطور ترتمیزه. فقط ظرفای نهار رو باید بشورم. اونم شاید بزنم توی ظرفشویی. بعد همین فعلا امروز میخوام بیشتر جبران کنم چند وقتی کتاب اصلا نخوندم و کتاب بخونم و همین که کار خونه ندارم واقعا جلوام. این برچسب زیرش هم کنده نشد.
خانوما سلام، من هنوز اینجام. برای شام میخوام کمی کتلت درست کنم. سیب زمینی رو پوست بکنم، بعد کمی کتلت بذارم. بیام جلو تلویزیون که همزمان داریم سریال خاتونم نگاه کنیم. اینجا رو بچه‌ها به هم ریختن. سریال خاتونم نگاه کنم، هم سیب زمینی رو پوست بکنم. یادم تو بچگی هرچی بهت میدادم این برام پیدا شد.